داستان کوتاه تصادف از مجموعه داستان کوتاه دستکش قرمز نوشته سپیده شاملو. پیاده که میشم میبینم پشت ماشینم حسابی داغون شده. از ماشین قرمز کوچولو هم چیز زیادی باقی نمونده و مردم دورش جمع شدن. سرم درد میکنه، میشینم. مردم یا علی میگن تو در ماشین قرمز رو باز میکنن با دیلم. راننده بیهوشه. دوباره یا علی میگن، صندلی راننده نمیخوابه، اون رو میشکنن. سر راننده رو از روی فرمان بلند میکنن. صورتش از زیر خون و روسری پیدا میشه. صورت رها. امروز هم مثل هر روز انداختم توی خیابان وصال. مثل هر روز زیاد طول نکشید که پیداش شد. ماشین قرمز کوچولو شسته شده بود و برق میزد. بیشتر از 10 تا ماشین با من فاصله داشت. مثل هر روز این فاصله را زود پر کرد. میدانستم میپیچد توی خیابان سرو، میپیچد و روبروی اداره شوهرش محکم میزد روی ترمز. من از کنارش رد میشدم. امروز دستش را گذاشته بود روی بوق، مدام نور بالا میداد و راه میخواست. پام را محکم زدم روی ترمز. ماشین قرمز کوچولو از پشت رفت زیر ماشین من. پلیس میگوید باید با آنها بروم بیمارستان. رها را میاندازند روی صندلی عقب. من مینشینم جلو، پلیس پشت فرمان. راه میافتیم. پاهای رها کمی خم شده، ناخن‌های مرتبش قرمز شده و دسته‌اش روی سینه‌اش است. سفیدی دیوانه کننده صورتش از زیر قرمزی خون معلوم است. میدانم مهرداد ساعت‌ها می‌نشیند، یعنی می‌نشسته و خودش را توی این صورت تماشا می‌کرده. رها زیر آن نگاه تا نمی‌شده، صورتش روز به روز براق‌تر و سفیدتر می‌شده. مهرداد صورت رها را با آن نگاه می‌شسته. با برادرم رفته بودم مهمانی که حس کردم صورتم خنک شد. گرم بود و عرق کرده بودم. اما مثل این بود که صورتم را با آب خنک شسته باشند. سرم را بلند کردم. مهرداد نشسته بود روبرویم. نگاهش را ندزدید. سرم را انداختم پایین و تا آخر مهمانی هم بلند نکردم. گردنم خم شده بود. 20 سال است مستقیم نگاه میکنم به صورت و گردن خشک آینه. زن آینه میگوید 20 سال شد. گاهی مهرداد را می‌دیدم. با برادرم زود می‌آمدند و زود می‌رفتند. آن روز یادم نیست آفتابی بود یا نه، اما برادرم خانه نبود. مهرداد زنگ زد. گفتم دوستش خانه نیست. گفت منتظرش می‌ماند. آمد توی خانه. نشست روی همان مبل آبی که گذاشتم توی اتاق خوابم و زن برادرم میگوید بیاندازمش دور. جابجا شد. اول سفید شد، بعد قرمز شد، بعد سرش را بلند کرد و همدیگر را نگاه کردیم. صورتم خنک شده بود و می‌دانستم برق می‌زند. برایش چای آوردم. همدیگر را می‌دیدیم بدون برادرم. پلیس میپرسد بیمه هستم. میگویم همه نوع بیمه دارم. دلداریم میدهد. میگوید مقصر خودش است. رها را میگوید که فاصله را رعایت نکرده. من اما همیشه فاصله را رعایت میکردم. آن روز 26 دی ماه بود که با هم توی کوچه قدم میزدیم. یک دفعه شانه هامان خورد به هم. فاصله را رعایت کردم. مهرداد نکرد. آمد نزدیکتر و دستم را گرفت. من که نمیتوانستم بگذارم مثل دخترهای بی‌آبرو با من بازی کند. میتوانستم؟ زن توی آینه گردن خشکیده‌اش را میمالد و سرش را میاندازد پایین. نگاهم نمیکند. اما من نمیتوانستم. برای همین هم با آن یکی دستم زدم توی گوش مهرداد و رفتم. پشت سرم را هم نگاه نکردم. آن سربالایی را تنها آمدم بالا. گریه هم نکردم. فقط دست کشیدم روی صورت خشک آینه. یک روز برادرم گفت مهرداد میخواهد برود، از ایران برود و یک روز همینطور که روزنامه میخواند گفت مهرداد رفت. یعنی اینکه سفارت خراب نشده بود، یعنی به او ویزا داده بودند و هواپیما هم سقوط نکرده بود. حتی آن را ندزدیده بودند. مهرداد رفته بود. پلیس پشت هیچ چراغ قرمزی توقف نمی‌کند. همینطور که میپیچد توی بزرگراه میگوید ماشینتون خیلی تمیزه. 10 سال طول کشید تا تونستم این ماشین رو بخرم. بعد از اینکه کلی از پس‌اندازم رو خرج مراسم مرگ مادر و پدرم کردم و کادوی عروسی برادرم رو هم دادم، دیگه همه حقوقم رو برای خرید این ماشین گذاشتم. فامیل میگویند بد نیست. اگر همینطور نگهش دارم میتونم به موقع بفروشم و جهیزیه بخرم. خوب نگهش می‌دارم. من فاصله را خوب رعایت می‌کنم. تارهای سفید مو را از پیشانی آینه می‌زنم کنار. پیشانی خط خطی معلوم می‌شود. می‌رسیم بیمارستان. پلیس دستش را می‌گذارد روی بوق. در حیاط را باز می‌کنند. روی میله‌های در بیمارستان را پارچه سیاه کشیدند. می‌پرسم چه خبر است؟ پلیس می‌گوید فردا قتله. رها را با برانکار می‌برند. من و پلیس به اون نمی‌رسیم. مستقیم می‌برندش توی بخش ICU. می‌نشینم پشت در. اتاق انتظار ICU از بقیه سالن جداست و دیوارهایش از کمر به بالا آینه است.
سرم از این همه آینه گیج می‌رود. می‌نشینم. پلیس دفتر تلفن قرمز را از توی کیف رها در می‌آورد. می‌رود بیرون. ماشینم را که خریدم برادرم تلفن کرد و گفت می‌خواهند بروند شمال لب دریا. خوب است با آنها بروم. هم آب و هوا عوض می‌کنم، هم می‌روم می‌گردم. همین که بچه آنها توی صندلی عقب تنها نمی‌ماند و خدای نکرده کار دستشان نمی‌دهد. خب پول ماشین هم نمی‌دهند. باید می‌رفتم، چاره‌ای نبود. توی بلندگو صدای نازک که دکتر متخصص مغز و اعصاب را پیچ می‌کند بخش ICU. بلند می‌شوم و قدم می‌زنم. ساعت 6 است. برادرم و زنش ساعت‌هاشان را با هم میزان کردند. قرار گذاشتند ساعت 6 همینجا. برادرم ماشین را پارک کرد لب ساحل. من و زن برادرم و پسرشان رفتیم قسمت زنانه. زن برادرم کفشایش را درآورده بود. من نه. شن از توی جوراب نایلونی سیاه میرفت لای انگشت‌هام. از پرده که رد شدیم یک جای خالی نزدیک ساحل پیدا کردیم. حصیرمان را پهن کردیم. زن برادرم لباسش را درآورد، موهایش را بست و رفت توی آب. من و پسرش نشستیم لب ساحل. با بیل پلاستیکی شن میریختیم توی سطل و دوباره از توی سطل میریختیم روی زمین. حصیری پهن شد کنار ما. 3 زن جوان لباسهایشان را از روی مایو درآوردند و نشستند. آن یکی که رها بود موهایش بلند بود و سیاه. ریخته بود روی شانه‌هایش. چقدر هم شبیه این مجسمه‌های بی‌آبروی ونوس بود. حواس پسر برادرم پرت شده بود. مامانش از توی آب آمد بیرون و گفت دریا طوفانیه. به تنش روغن مالید، عینک آفتابی‌اش را زد و دراز کشید زیر آفتاب. من و پسرش شنبازی می‌کردیم. زن‌های جوان حصیر کناری جوک می‌گفتند و می‌خندیدند. زن برادرم دراز کشیده بود و از زیر عینک معلوم نبود چشم‌هاش را بسته یا نه، ولی معلوم بود جوک‌ها را گوش می‌کند، چون بیخودی می‌خندید. آن یکی که رها بود هلوهای سرخ را گاز می‌زد و می‌خورد. آن دوتای دیگر می‌گفتند بترکی. آن یکی که رها بود می‌گفت بترک چشم حسود و یک هلوی دیگه گاز می‌زد. پسر برادرم شنبازی را ول کرده بود. زل زده بود به رها. رها یک هلو بهش داد. خندید. پسر برادرم هم خندید. نجات غریق سوت می‌زد و زنها را صدا می‌کرد. موج‌ها خیلی بلند شده بودند و دریا سیاه شده بود. نجات غریق پرچم سیاه را برد بالا. رفته بودم سطل‌های شنی را لب دریا آب بکشم. پسر برادرم دستم را کشید و گفت نگاه کنم. رها می‌دوید طرف دریا. دوستاش داد می‌زدند که نرود. نجات غریق سوت می‌کشید. او می‌رفت. رها از پشت موج‌ها معلوم نمی‌شد. فقط گاهی کله‌ای سیاه می‌دیدیم. نجات غریق محکم‌تر سوت می‌کشید و از غریق هفته گذشته حرف می‌زد که جنازه باد کرده‌اش را بعد از 24 ساعت توی یک شهر دیگر پیدا کردند. موج‌ها محکم می‌خوردند به ساحل. نیم ساعت گذشته بود. پسر برادرم نشسته بود و چشم‌هایش را از آب بر نمی‌داشت. پاهایم درد گرفته بود. نشستم کنارش. یک دفعه از جایش پرید و گفت اونهاش پیداش شد. کله‌اش را دیدیم. بعد هم آمد بیرون و گفت عجب آب خوبی بود. پلیس میآید و میگوید به شوهر مصدوم اطلاع داده و قرار است خودش را برساند. زن برادرم مانتویش را انداخت روی شانه‌اش و گفت باید بجنبیم و خودمان را زود برسانیم به ماشین. دیر شده. خودمان را رساندیم. برادرم ایستاده بود اما عصبانی نبود. شاید چون تنها بود و او که کنارش ایستاده بود مهرداد بود که چشمهایش هنوز با این همه فاصله برق می‌زد و من را می‌لرزاند. مهرداد به من نگاه کرد همانطور که به زن برادرم و گفت منتظر همسرش است. همسرش که رها بود. دوید طرف مهرداد. زن برادرم گفت خانمش همه را ترسانده. مهرداد خندید. زن برادرم گفت آبتنی توی این موج دیوونگیه. رها خندید و گفت این موج‌ها 1/10 موج اقیانوس هم نمیشن. این مهرداد است. خوب خودش را رسانده. این طرف و آن طرف را نگاه می‌کند. میآید طرف پلیس و میگوید همسر مصدوم است. میفهمد رها توی ICU است. او را هم راه نمی‌دهند. می‌نشیند کنار من. پلیس همه چیز را برایش توضیح می‌دهد. اینکه همسرش فاصله را رعایت نکرده، که سرعت مطمئنه را رعایت نکرده، که ماشین من جلوی ماشین او بوده و غیره. مهرداد هیچ کس را نگاه نمی‌کند. سرش را گرفته توی دستش. یک عالمه مهرداد دور تا دور سالن انتظار ICU گریه می‌کنند برای او که رهاست. گریه می‌کردم. آن شب توی هتل کنار پسر برادرم که خواب بود گریه می‌کردم. موقع شام برادرم برای زنش نوشابه می‌ریخت. گفت 5 سال است مهرداد عروسی کرده. زنش یک تکه جوجه زد به چنگال و داد به پسرشان. گفت چرا برگشتند؟ برادرم سس ریخت روی سالاد و گفت مهرداد اینجا رو دوست داشته. زنش هم به خاطر اون برگشته و اینکه مهرداد خب سر و سامان گرفته. شب دراز کشیده بودم کنار پسر برادرم و گریه می‌کردم. بلند می‌شوم. توی دیوار آینه‌ای یک عالمه زن با صورت خط خطی نگاهم می‌کنند. میگویم خب هر کس دیگری هم بود نمی‌شناخت. پشتم را می‌کنم به زن‌های خط خطی.
از روبرو نگاه میکنند، به ته چشمهایم و پوزخند میزنند. از برادرم نپرسیدم. یک تصادف باعث شد که خانهشان را یاد بگیرم. دفتر تلفن برادرم را نه اینکه بگردم ورق می‌زدم که دیدم توی صفحه حرف میم آدرس مهرداد را نوشته. بعد هم وقتی فهمیدم کجا کار می‌کند رها را می‌گویم. مسیرش را پیدا کردم. هر روز سر همان ساعت از همان مسیر می‌گذشتم. می‌دانستم عجله دارد. هر روز می‌نشستم روبروی زن آینه. براش از خانهشان می‌گفتم، از مهمانی‌هاشان، از استخر خانهشان و خوابم می‌برد. صبح می‌رفتم سر کار و عصر می‌انداختم توی همان خیابان. میشد که بهش راه بدم، درست، اما آیا میتونستم؟ پس فاصله چی میشه؟ سرعت مطمئنه. دکتر میگوید همسر مصدوم. مهرداد بلند میشود. شانس آوردین آقا. نباید ناامید بود. علم هر روز پیشرفت میکنه. مهرداد هنوز به دکتر نگاه میکند. میبینم صورت دکتر زیر این نگاه تا میشود. میگوید مسئله بزرگی نیست. کدوم مسئله؟ دکتر سرش را میاندازد پایین. اول میرود، بعد میگوید قطع نخاع. مهرداد سرش را میگیرد توی دستش و همانجا مینشیند. میخواهم باز شدن چینهای دور لب زن آینه را تماشا کنم. لبخندش را، صاف شدن خط پیشانیش را. نگاه میکنم توی آینه. زنهای خط خطی نگاهم میکنند. پشتشان را میکنند به من. میروند.